همین لعنت نشی تو می محمد تو رو خب محمد این کارها رو زد به کمرش. محمد ساده بشین محمد نمیه بچه ها آرزو رو اذیت نکن. زنگ اول مدرسه امیر رو میبرن بالا کچل میکنن چون موهاش بچه که به من درخواست بده خودش بپره خدایا کم بهتر دل نمیگیرم آرزو از این دیگه فشار زندگی فشار سنم امیر انقدر گشنه بود زنگ دوم همه بوفه رو خورد ولی کباب به اون بشگه رو نمیداد. امیر یادم نبود نگیم محمد بپره. دیروز دیدی پرید چیکارمون کرد؟ آره برای من که میخوایم برای آقا بیاین دیگه. سعید خیلی جلوی سعید موردی میگی بیاین بیا اینجا ناکه دن سرویس رو ببین کجاست. وای چجوری زدنش وای چجوری تا هفته چجوری زدی؟ یه بات رو زدی دیگه. بیا من دیدن رفتی بالا؟ بله آرزو رکورد کن که یه خوردن برو میام بیا فوشش بده ببین برج ایفل موفق باش برادر مرد الان نفر وای باته بی این فولم باته بابا محمد گردن تش کرد. این که بود اینم بزن من داشتم اینو میزدم کیلو مرد لذت ببر بیا این ور چون فکر کنم اون بالا نمیه آره باشه اینو رفت رو پله ناک اونی دمش شد فاک نه من زدمش قول به بیشور نزن زیرم نه شور نه خانواده تو دل نگیر حالتون کنی بذار من لوتش کنم محمد لطفا این انجی دابل مال منو نزدیک بشی نزدیک میشم ریکارتون کنم بچه ها نمیه بچه ها آره ماشاءالله میگم بزن بزن ایلوت کنم ماشاءالله او دوجا رو ببین آرزو یک جارو سمت راست ما چپمونه وای با آقا شما چرا نمیدونی سمتمون چه میدونم بابا محمد ساده بشین محمد من میرم ریکار این چرا مرتر کردی نیومدین سمت موزیک اینجا میشه بیده بار مثل سگ ببین اسکن چیه این بچه ها این آشغال این سگی ها زدم اونم تو خونا هستن آرزو بپا اینا لوت کن تو نه اینجا نه اشکال نداره حواسشون پرت من میشه بچه ها داره منو میزنه آرزو نخور جلومون کدوم کامل چرا منو این وسط انداختی رفتی همین لعنت نشی تو میبینی اونجا من 2 ساعته میگم انمی باز اونو تفلک بردی اونجا داداش من چه میدونستم من گفتم بری اینو لوت کنه مارک من بریم اینا رو بزنیم این آشغال روی این سقفه بود نه تو همون خونه آنا منو زدم
نه وایسا 10 دقیقه دیگه ما نگفتم آرزو ببخشید این خونه هستا نه بابا. نه وای 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 زدم محمد زدم بذار این صدا پا بگیر. زدمش به خدا منم داشتم کابل میدادم اصلا تو که مردی تقصیره این بنزینش تموم شد محمد تو رو خود محمد آه اینا مردن. محمد این کارما رو زد به کمرش همونجوری مثل من مرد. وای امیر بوسته تموم شده بود سر وای. محمد خاک تو سرت اینو شنید سعید این یارش اینجا که لعنت نشی امیر مارکو بیا مارکو بابا من بگم یکیه گیم من شما چه ربطی به من داره گیت من خرم ساکت محمد داره میدوه. من فکرم محمد خورده ساکت لطفا نه ساکت. راز بقا وجود چمنی. این موجودی که در تصویر میبینی پونیکس محمد است چا پونیکس محمد این یک کمپر است رناردیت کمپر است اون در جنگل های رنگل دنبال دشمن می‌گرد جنگل انیمیز و همه دشمنانش را با یه دونه تیر هیدبل از پا می‌اندازد. اخ یاد قدیم افتن صدای امکا اومد یکی از کمیابترین گونه های موجودات زنده. این موجود کمپر نوب سگ چه با صدا پایی نهیره الان دیگه اینه بیرو قرار گرفته ساکت. اون جارو را در کونش کرد وای دن سرویس وقتی برداشته و دوباره میمیرن. الان نیت میشه نیت و نه یعنی میسوزن. تو چون این کمپر میرود. بچه ها یا خفه میشید یا قراره کباب کاش که خفه میشدیم مزخرف شدیم که آره همین حرف زدنتون گوه میزن الان نمیدم برات. منم دلم باهاش همش قصه آرزوه نوب سگ ساکت چه دیگه گم شو من WM گرفتم تو اون فاصله.